اگه سخت کار کردن راز پولدار شدن بود، کارگران معدن الان باید سلاطین وال استریت می بودن. داستان از مسابقه بین یک هیزم شکن جوان و یک پیرمرد با تجربه شروع شد. قانون مسابقه اینطور بود که هر کی تا غروب درخت بیشتری قطع کنه برنده مسابقه است. جوان پر انرژی از ثانیه اول بدون مکث شروع کرد به زدن، ضربه پشت ضربه، نه استراحت، نه فکر، نه توقف. اما پیرمرد استراتژی عجیبی داشت و هر 1 ساعت 10 دقیقه کار رو رها می‌کرد و مینشست تا به استراحت بپردازه. جوان با خودش گفت برنده شدم. این پیرمرد نصف وقتش رو داره استراحت میکنه. غروب شد و وقتی درخت‌ها رو شمردند همه شوکه شدند. پیرمرد 2 برابر جوان چوب جمع کرده بود. جوان با عصبانیت گفت غیر ممکنه. من تمام مدت کار کردم و عرق ریختم. تو همش نشسته بودی. پیرمرد لبخندی زد و گفت پسرم، من وقتی نشسته بودم استراحت نمی‌کردم. داشتم تبرم رو تیز می‌کردم. داستان ترید کردن دقیقاً از همینجا شروع میشه. خیلی‌ها فکر می‌کنن ترید یعنی فقط دکمه خرید و فروش رو زدن. کاری که تقریباً هر کسی بلده و میتونه انجامش بده. اما سود کردن جایی اتفاق میفته که تو پای چارت نیستی. زمانهایی که داری ژورنال نویسی می‌کنی، بک تست می‌گیری یا به ذهنت استراحت میدی تا شفاف بشه، داری تبرت رو تیز می‌کنی. وقتی با ذهن خسته و استراتژی که تیز نشده پای چارت میشینی، مجبور میشی 100 تا ترید بزنی تا شاید یکیش سود بشه. اما تریدر حرفه‌ای تبرش تیزه. ساعت‌ها صبر می‌کنه و فقط با 1 ضربه شکارش رو میزنه. سود واقعی در کلیک کردن نیست، در آماده سازی قبل از کلیکه.